یه دغدغه اصلی کشتیگیرا اینه که چجوری وزن کم کنه. اول اینکه بیشتر از 3% وزن بدن نباید کشتیگیر کم کنه. این مطلب اول. مطلب بعدی اینه که باید کشتیگیر این وزنشو تو یه ماه مونده به مسابقات کم کنه، نه اینکه 2 روز 3 روز مونده به مسابقات یه دفعه بیاد 2-3 کیلو وزن بدنشو کم کنه. این باعث میشه تمام آب بدن، املاح بدن از بین بره، خارج شه از بدن و روز مسابقه نتونی کشتی بگیری. مطلب مهمتر از همه‌شون اینه که چجوری وزن کم کنیم. دغدغه همه اینه چجوری وزن کم کنیم. ببینید یه ماه مونده به مسابقه، باید بیاید حجم کربوهیدرات رو تو بدنتون کم کنید، تو غذاهاتون، تو رژیم غذاییتون کم کنید و پروتئین رو اضافه کنید. درست شد؟ یعنی چیزایی مثل برنج، ماکارونی، سیب زمینی، اینا رو کم کنی، نون، اینا رو یه ذره کم کنی، بعد از اون ور پروتئین رو یه ذره جایگزین کنی، مثل مرغ و گوشت و تون ماهی و تخم مرغ و اینا رو زیاد کنی، یعنی جایگزین اون کربوهیدرات کنی.